سلام عرض کردم، حال شما چطوره؟ اگه از احوال بنده خواسته باشید باید بگم که بهتر از این نمیشه. یعنی هرچی علی گدا و شیخ فری بیشتر تو این تله اتمی دست و پا میزنن، حال بنده موشکافم بهتر و بهتر میشه. هر روزی هم که میگذره خبرهای بزبیاری تو نظام بیشتر و بیشتر میشه. مثلا جدیدن یه خبری بود تو این مایه ها. کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای با رأی قاطع 199 نماینده مجلس تصویب شد. طرحی که رئیس مجلس قرائت کرد در مقایسه با طرح اولیه پیشنهادی 2 تغییر دارد. آقای لاریجانی گفت اصلاحات برای باز بودن دست مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورمان صورت گرفته است. نمایندگان روز سه‌شنبه جزئیات طرح را بررسی می‌کنند. خب رفقا، به نظر شما قضیه چیه؟ اولش که میگه کلیات، بعدم که از قول لاریجانی میگه برای باز بودن دست مذاکره کننده ها اومدن و این طرحو اصلاح کردن، بعدم که تازه قرار سه‌شنبه جزئیاتشو بررسی کنن. آقا این آش شلقلمکار رو میخوان تو حلقوم کی بریزن؟ به نظر شما مشکوک نمیزنه؟ لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود. بله، حالا سوال اینجاست که چرا این لاریجانی جانی دنب طرح قضایی مجلس رو به مصوبات شورای عالی امنیت نظام گره زد؟ این مورچه زرده دنبال چیه؟ جوابو از زبون خودش بشنوی. نه، شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است. یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیم گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم. شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست، زیر نظر امنیت ملی است. آها، که اینطور. پس این رأس لاریجانیا بعد از چند روز دوباره سر و کلش تو استبل وحوش پیدا شده تا یه جوری سر و ته قضیه رو هم بیاره و به قول خودش دست علی گدا رو باز بذاره. جالب تر از همه اینه که این طرح دوزاری رو قرار بود بذارن تو دستور کار اول مجلس، اما واسه ماسمالی قضیه اونم از دستور کار خارج کردن. یعنی کار به اونجا کشید که صدای خود جونه برای مجلسی هم در اومد. واقعا چه لزومی داشته و به چه دلیلی این موضوع الان در دستور کار امروز قرار نگرفته؟ علی‌رغم اینکه در جانامه نمایندگان و در برنامه هفتگی نمایندگان دومین برنامه امروز هستش، حاج آقای ابوترابی اجازه این بی‌نظمی و اجازه این گونه برخوردار رو نبایستی رئیس محترم مجلس بده، نبایستی بگذاریم. علی‌رغم اینکه متفق القول همه نمایندگان تاکید داشتن به موضوع مسئله هسته‌ای، این بی احترامی به نمایندگان مجلس هستش. چه کسی تصمیم میگیره؟ واقعا اگر پشت پرده توضیح میدم قضیه‌ای هستش بفرمایید تا ما هم در جریان قرار بگیریم. متشکرم. پشت پرده که خیلی قضیه هاست. اگه دوست داری بدونی بیا موشکاب واسط بگه. هیچی بابا، تیغ ضرب الاجل داره فرود میاد رو گردن علی گدا و راه پس و پیش واسش نمونده. اگه زهر رو بخوره نظامش آش و لاشه، اگم نخوره تحریما رو زیاد میکنن. یعنی توی یه بنبست بیریختی گیر کرده که جز کش دادن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این کلیات و جزئیات و مصوبه و صیانت و این حرفا هم یه شامورتی بازی مسخره است که هیچ دردی از علی گدا دوا نمیکنه. اینم از قضیه پشت پرده و سلام، نامه تمام.